سلام، من سامانم. خیلی خوش اومدی به چنل یوتیوب من. اگه هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب بزن که قراره توی عکاس حرفه‌ای باشی با نکات ریز و درشتی که تو این چندین سال عکاسی من به دست آوردم و میخوام براتون به نمایش بذارم و بهتون توی این ویدیو یاد بدم. همه تجربه یه چالش 30 روزه داریم. اگه ویدیو قبلی رو ندیدی برو حتما ببین که قشنگ پایه عکاسی قوی داشته باشی رو توی یک ماه بتونی به یک عکاس کاملا حرفه‌ای تبدیل بشیم. قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع بکنیم، بچه‌ها بی زحمت دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله رو فعال بکنید. اگه اینستاگرام منو فالو ندارید حتما پیج اینستاگرام منو فالو بکنید با آموزش‌های کوتاه و نکات ریزی که در مورد عکاسی و مهمی که هستش اونجا میذارم براتون و حتی تو شورت یوتیوبم. چنل تلگرامی من عکسای پینترستی که خودم گرفتم تو این چندین سال برای بک‌گراند و رضایت مشتری ها، رضایت هنرجوها و ورکشاپ هایی که حتی میذارم، میتونید عضو بشید و با خبر بشید. بچه ما چندین نوع سبک عکاسی داریم. سبک عکاسی خود من پورتره و سینماتیک پورترو و ودینگ هستش. من توی 3 شاخه تمرکزم رو گذاشتم، ولی اصلی ترین شاخه‌ای که میتونم بگم تمرکزم رو 100 روش گذاشتم و با ادیت هایی رو که انجام میدم پورتره سینماتیک هستش. تجهیزات آنچنانی نمیخواد، فقط مهمترین چیز بعد احساساتت بالا باشه. پیشنهاد میکنم اگه آدم احساسی هستی حتما برو دنبال این سبک یا ودینگ، چون ودینگ خیلی احساسات خیلی بالایی میخواد که تو بخوای یک روز عاشقانه یک زوج رو به تصویر بکشونی، حالا به اشتراک بذاری یا برای عروس تو به یادگار بذاری. بخش اول بچه‌ها پورتره است. بچه‌ها پورتره توی عکاسی یعنی ثبت احساس انسان. از چی؟ چشم، میمیک گونه، لبخند، اخم، پیشونی، حالا هر چی، مثلا اخم میکنم، میخندم، هر چیزی که خودت دوست داشته باشی. مثلا بعضی از عکاسا اصلا فقط پورتره لبخند، پورتره بلک اند وایت سیاه‌سفید، پورتره مظلومانه یک خانوم، بیوتی ها، اینا همه میشه بچه‌ها سبک پورتره. حالا پورتره خودش شاخه بندی داره، پورتره سینماتیک داریم، پورتره بیوتی داریم، بیوتی ریتاچ داریم. ریتاچرها مخصوصا بیوتی کار میکنن که بافت پوست انسان و اون خانوم رو یا آقا رو به نمایش بذارن. یه جوری کری بین عکاسا میگن که آقا تو بیوتی بلدی، بیوتی ریتاچ بلدی، چون خیلی سبک سختیه و زمانبریه و شما خیلی باید وقت بذاری سر عکسات. پورتره سینماتیک اینه که تو باید احساس اون مدل رو به تصویر بکشونی. معمولا کسایی که پورتره سینماتیک کار میکنن یا کلا تو کارهای سینماتیک هستن معمولا با سوژه یا مدل باید یه بازه چند ماهه رو باهاش بگذرونن که قشنگ از رفتار، شخصیت، احساسات طرف با خبر باشن که چجوری با کدوم ترکیب بندی، با کدوم زاویه، با کدوم نور بتونن اونو به تصویر بکشونن. اگه آموزش‌های قبلی من ندیدید که مبحث پایه‌های عکاسی هستش که رسیدیم به اینجا که وابسته به اون 3 تا قسمت هستش، همین الان اول برو اونا رو ببین، بعد بیا این ویدیو رو ببین.